اینجا ما کانتاکتور KM1 داریم طبق نقشه ما KM1 با ریلی K51 و از برآمدی وای 66 روشن می شود راه اندازی می شود و حتما که از تیغه بسته F19 که ما سیرباری ما هست اون عبور میکنه. وقتی زمانی که در همین مسیر یگان مشکلی می شود ما یک سیگنال برعکس گرفتگیم از خود کانتاکتور که وضعیت اون با PLC میگه که شما مقصد همین کانتاکتور شما روشن است یا که خاموش. من میام از اکران اونا روشن میکنم موتور من روشن کردم و یگان خطاگی در مسیر همین مثال با وجود اومد چی وای 66 من کار نکرد چی ریلی K51 یا که KM1 حمایه سیرباری شد. خب من فرض کنیم ریلی را قطع میکنم اینه کانتاکتور KM1 من قطع شد و حاضر ما اینجا هشدار بینید که علاقه در ما خبر میدهد که KM1 شما یعنی کانتاکتور KM1 شما نادرست کار میکند. خب نادرست است. من بالای همین هشدار خبر دو بار پخش میکنم بینید باز یک معلومات دقیق اینجا برای ما میده. زمانی که شما کانتاکتور KM1 راه اندازی میکنید و اصلا قطع میکنید خب کانتاکتور KM1 نادرست کار میکنه. مسیر KM1 با وای 66 و K51 و F19 وابسته است. یعنی در حال شما نه حتی نقشه هم که نباشد باید که سنجش میکنید وای 66 خب K51 و F19 که این چیز به شما امکانات میدهد که شما در حال مشکلی را از اینجا یابید.